حالا در سطح خود من میخواهم میلیاردر باشم و من چی کاری که نکنم این عملی نمیشود تا آدمی که من به این سطح مناسب نشوم. تو میفهمی؟ این بسیار مهم است. زمان من میلیونر نبودم ولی میخواستم زودتر بای شوم. بسیار سخت میخواستم، حتی تصور کردن نمیتوانی، ولی زود بای نشدم. هر بار وقتی کوشش میکردم به سرم درد سرهای نو میخریدم، قرضدار میشدم، عذاب میکشیدم، اما همین مشکلات به من آموزاندند. من تا رفت بهتر میشدم. تا من پروفسیونال نشدم پروفسیونال ها با من همکاری نکردند. تا من انسانی صمیمی نشدم آدمان پاک وجدان پیشم نآمدند. تا من واقعا خدا ترس نشدم، نه در سخن بلکه با دل، با طرز حیات، چنین آدمان پیشم نآمدند. تا من پله های ترازو را درست نگاه نداشتم، تا با دیگران درست مناسبت نکردم، مناسبت های پولی، احترام، ارزش ها و غیره، تا پله های ترازو را درست نگاه نداشتم، دیگران هم چنین مناسبت نکردند. من این را فهمیدم. اینجا گپ سر میلیون ها نمی رود. این راه را طی کرده تو انسان ارزشمند می گردی. می فهمی؟ من چی گفتن می خواهم؟ از پس پول ندوید، انسان ارزشمند شوید، انسانی عهده برا شوید. اگر چنین انسان شوید، پول خودش شما را می‌یابد. این بسیار مهم است.